گفتم یه پیامی میدم به این شرکت، میخونه حالا یا میگه آره یا میگه نه دیگه. فقط میخوام مردم اگر توان خرید نمونه اصلی رو ندارن یه طرح با کیفیت سوار بشن. سلام مخلص همه موتوتوریا، امیدوارم هر جا که هستید مثل همیشه حالتون خوب و درجه یک باشه. راستش یه سری سوال هستش که شما از من میپرسید و خب نمیشه یه سری از سوالا رو هم توی کامنت ها جواب داد یا تو دایرکت جواب داد. به خاطر همین موضوع گفتم این مخصوصا این سوال که خیلی مهمه و شاید سوال خیلی از شما باشه و از من پرسیدین، بیام حضوری بهتون بگم، قالب یه موتوکست باشه و بتونم هم حرفمو به اون شرکت، اون مسئولی که باید برسونم، هم عزیزایی که حالا دنبال این موضوع هستن این اطلاعات به دستشون برسه. عرض کنم خدمتتون که چند وقتی هستش که من ویدیوهای حالا موتوریم، یعنی ویدیوهایی که از موتور میگرفتم، یه مقدار کم رنگ شده. نه اینکه نداشته باشم و چرا، همین الانم 2 تا ویدیو دارم ولی هنوز ادیت نکردم که اتفاقا یکیش یه جورایی انگشت اتهام سمت یکی از شرکت‌هاست به خاطر بحث مونتاژی که داشته. منظور من این نیستش، ولی این کم رنگ شدن یه سری علت داره. خیلی از عزیزان از من میپرسن که قبلش اینو بهتون بگم بچه، موتوکستامون دردای جامعه موتور سواری جالب و جذاب نیستش. توش گاز نمیدیم، تک چرخ نیستش، حرکت‌های خارق‌العاده و فان نداریم. اینا همش دردای جامعه موتور سواریه. عرض کنم خدمتتون که خیلی از عزیزان از من پرسیده بودن که چرا مثلا تو تاپ اسپید نمیذاری، یا مثلا چرا موتور رو میگیری یه سری کارا رو روش انجام نمیدی. ببین بچه‌ها، من اولا که از اون اولم همینجوری بود ویدیوهای من این موضوع رو براتون روشن بکنم. من وقتی موتور رو از یه کسی تحویل میگیرم همیشه ذهنیتم همین بوده. حتی موتور خودم، حالا موتور خودم که نمیخوام بفروشمش، حتی امیدوارم اوضاع جوری پیش بره که نفروشمش و همیشه داشته باشمش، ولی موتور عزیزایی که میگیرم ذهنیت و فکرم این هستش که خب من الان این موتور رو باید عین موتور خودم بدونم و نباید یه شخص جور تبلیغات یه شرکت رو بکشه. ما هیچ جای دنیا نمیبینیم که طرف ورداره بوگاتیه، حالا مثل دارم میزنم، و ماشینای لول پایینتر، موتورهای لول پایینتر هم هستش، نمیاد مثلا بوگاتی رو ورداره بره پیست نوربرگرینگ چیه تو اون پیست بره مثلا 450 تا پر کنه. خود شرکت میاد به حالا اون بلاگر، خبرنگار، اون تست کننده، راننده ماشین رو میده، میگه برو برای من این تستا رو بکن، تبلیغ بشه برای من هیچ وقت خودمو یعنی اجازه به خودم نمیدم، هنوز اونقدر بیرحم نشدم که من خدای نکرده اصلا منظورم با کسی نیست. هر کسی اختیار مال خودشو داره و هر کسی هم اختیار زندگی خودش. من هنوز اونقدر بیرحم نشدم که موتوری که میاد دستم و بندازم تو اتوبان گازو تا ته بگیرم به خاطر 4 تا ویو و لایک و نمیدونم پول، تهش پوله دیگه، خاطر پول بیام حالا دنیا و آخرت خودم رو خراب بکنم. و این من اینو اصلا وظیفه یوزر نمیدونم که بیاد موتورشو بده دست منی که حالا یه کوچولو علاقه دارم به موتور و من این بلاها رو سر موتور بیارم. حالا شاید هم هیچ اتفاقی نیفته ها، شاید هم مثلا تو اون لحظه یا حتی تو اون ماه و سال هم هیچ اتفاقی نیفته، ولی من خودم میفهمم که دارم ضربه میزنم با این کارم، با این تاپ اسپید گرفتنم، با فشار آوردنم به اون موتور، میتونم ضربه بزنم به اون موتورسیکلتی که یکی به من اعتماد کرده، اونو داده دست من که یه تصویری ازش بگیرم. این کار، این داستان وظیفه شرکت هایی هست. خب ما که تولید کننده نداریم، مونتاژ کننده داریم. وظیفه شرکت هایی هست که ذی‌نفعن. ببینید من حتی پیامم دادم، اینا رو اسکرین شاتش و اسکرین ریکوردرش رو براتون تو همین ویدیو میذارم ببینید. من پارسال یه دونه هانی کلیک ویدیوش هم میاد، میتونید بزنید ببینید. یه هانی کلیک 150 رادیات دار یه مدتی اومد دستم، ویدیوشو گرفتم. خدا رو شکر اون موقعی که من الان دیدم، چون خیلی وقت ازش گذشته، میگم 2-3 ماه گذشته از ایمیلی که به هانی زدم، اون موقع 10,000 تا بازدید داشت. الان فکر میکنم نزدیک 13-14 هزار تا بازدیده. تو این 2 ماه 4,000 تا بازدید اومده روش. گفتم که یعنی با همین ذهنیت که من نباید موتور کسی رو بگیرم این بلا رو سرش بیارم، فشار بیارم به موتور،
گفتم یه پیامی میدم به این شرکت، خب شرکت میخونه، حالا یا میگه آره یا میگه نه دیگه. بعد عرض کنم خدمتتون که اینو حالا داشته باشیم کنار. من یه سری موضوعات رو بهتون بگم. ببینید متاسفانه تو بازار ایران زمانی که میان یه غذاخور رو، یه فود بلاگر رو میبرن تو نمایشگاه موتورسیکلت، خدا سرشاهده من اصلا ذهنیتم اون چیزی که شما فکر میکنید نیست، ولی میخوام همه چی میگن خشت اول را چون نهد، درست اگه بگم معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج. خب چرا یه فود بلاگر باید بیاد مثلا تبلیغ موتور بکنه؟ خیلی از رفیقای من هستن که از من گردن کلفت، من که اصلا هیچی نیستم، ولی خب اونا گردن کلفتن، یه کامیونیتی دارن، یه مخاطبی دارن، حق اوناه، نه کسی که بابا سیبیل گذاشته انقدر خورده که نمیتونه راه بره بیاد واسه یه موتورسیکلت تبلیغات بکنه، تعریف بکنه. جامعه مریضیه. من یکی از ویدیوهای اسکیل ویدیو داشتم نگاه میکردم، یه عزیزی رو آورده بود که این تو یوتیوب انگلیسی فعالیت میکرد، میگفتش که من تبلیغی که گرفتم، اولین تبلیغی که گرفتم چون انگلیسی زبان دارم فعالیت میکنم، از خارج بود تبلیغم، من اون موقع فکر می‌کنم 500 تا ساب داشتم، در صورتی که تو ایران اصلا طرف نمیاد یه همچین کاری بکنه. میگم طرف 500 تا دونه ساب داره، من برم تبلیغ بدم دیگه، نمیاد ببینه آقا این 500 تا دونه ساب میتونه 100 تا مشتری برای من بیاره، نمیاد بازدیدار رو ببینه. من الان با 2000 تا ساب 15000 تا ویو گرفتم، ویدیو دارم که 30000 تا بازدید داره. خب حتما دیگه تا الان انقدر باید فهمیده باشم که مخاطبم چی میخواد، من چیکار باید بکنم دیگه. متاسفانه این هر چی میخوام چیزای باادبانه بگم نمیاد توی سرم، بهتره بیشتر از این پیش نرم. خواستم فقط یه ذهنیتی بدم که آقا بازار مارکتینگ ما بازار مریضیه. این حرف من اینجا باشه، چند سال دیگه به این موضوع قشنگ میرسیم. من چند سال پیش فکر می‌کنم 6 7 سال پیش تو اینستاگرام شخصیم هستش که زدم آقا دیگه الان دوره مدرک گرایی تموم شده، چون من کار اصلیم، تخصص اصلیم فروش بوده، میفهمم دوره مدرک گرایی تمام شد، الان فصل تخصص گراییه. اگه اشتباه نکنم، نمیخوام من خودمو با یه همچین شرکتی مقایسه بکنم، ولی فکر می‌کنم یک هفته 2 هفته بعدش یا نهایت 1 ماه بعدش گوگل یه همچین مطلبی داد که آقا ما دیگه اصلا نمیخوایم تخصص آنچنان دیگه برای مدرک دیگه برای ما آنچنان مهم نیست، تخصص است که برای ما مهمه. این موضوع مریض بودن بازار مارکتینگمونم حتما بهش مردم عزیزمون میرسن. حالا داستان هانی چیه؟ من گفتم که آقا جون این متن هست، الان 100% هم شما دارید میبینید روی تصویر. عین ایمیلی که من برای هانی فرستادم و براتون میخونم. ایمیلشون هم بزنم، آدرس ایمیلشون چی میشه؟ آدرس ایمیلشون همینیه که توی چیزم گذاشتم، فکر کنم تو سایتشونه، info@honeymotor.com. منم با ایمیل خود موتوتور براشون ایمیل فرستادم. متن ایمیلی که فرستادم شرحش اینه: با سلام، من محمد رضا راد، بلاگر موتورسیکلت، در یوتیوب هستم. اتفاقی سال گذشته یکی از محصولات طرح شما به دست من رسید که واقعا متریال و ساخت با کیفیتی داشت. منظورم نسبت به بقیه طرح‌هاست. بنده هم این حقیقت رو داخل ویدیو عنوان کردم که اگه ویدیو رو دیده باشید، من حتی یه سری از ایرادای مونتاژی رو هم گرفتم که بازخورد به شدت بالا و ویو نزدیک 10000 تا داشته. خواستم به اطلاع برسانم در صورت تمایل برای ویدیوهای بیشتر از محصولات با کیفیت هانی و در صورت امکان با بنده تماس بگیرید. محصولی که بررسی شد هانی طرح کلیک 150 رادیات دار بود. نام کانال بنده موتوتور. اینم حتی گفتم، یعنی من اصلا دنبال پولم نیستم، راستی من هیچ هزینه‌ای بابت تبلیغ نمیخوام، فقط یعنی خدا شاهده من این تو ذهنم بود، فقط میخوام مردم اگر توان خرید نمونه اصلی رو ندارن یه طرح با کیفیت سوار بشن. ممنون، شماره تلفن، در صورتی که قادر پاسخگویی نبودم لطفا پیغام بگذارید، خودم با شما تماس میگیرم. این ایمیلی بود که فرستادم، اینم نگاه کنید دقیقاً به خود اینستاگرام، نمیدونم چجوری میاد، به خود اینستاگرام هانی موتور دادم که حتی بعدش هم یه دونه رو استوریشون پیغام گذاشتم که لطفا دایرکت رو چک کنید که نکردن. حالا من از این یه مقدار دلخورم، حالا شاید هم اشتباه بکنم، که شرکتی که به این بزرگی داره تو سطح کشور فعالیت میکنه یا برای مخاطبش، یوزرش اصلا ارزش قائل نیست که ایمیلش رو جواب نمیده، یا نیرو ندارن برای یه همچین کاری که اگه نیرو ندارید نباید آدرس ایمیل بذارید. شما آدرس ایمیل گذاشتید، راه ارتباطی گذاشتید برای مشتری، مخاطب، انتقادگر، حالا هر کسی که هست.
شما یه راه ارتباطی رو معرفی کردید، موظفید پاسخ بدید. این یک. یا اینکه حالا واقعا انقدر سرشون شلوغه که متوجه نشدن که من بعید میدونم نه ایمیل رو دیده باشن نه دایرکت این اینستاگرامش. شما وقتی این اینستاگرام حالا داستانش باز یه ذره چیزتر میشه که آقا اینستاگرامت برای اینه که تو بفروشی، تو اصلا ارتباط داشته باشی با مخاطبت. که اینستاگرامش هم الان میبینید جواب ندادن. اینستاگرام هم با اینستا موتوتور براشون فرستادم. اینم تقریبا همینه متنش که میبینید، حالا رو تصویر میبینیدش. داستان از این قراره که داستان اینجوریه که شرکت باید بیاد دست من علاقه‌مند به موتور، بلاگر، خبرنگار موتور بده، بگه آقا بیا برو تست رو بررسی کن. من نباید برم یقه یوزر رو بگیرم، یقه خریدار رو بگیرم، یقه اون کسی با بدبختی رفته موتور رو گرفته بگیرم بگم آقا موتور تو بده، من برم باش تست بکنم، ویدیو بذارم تو یوتیوب پول در بیارم. فقط این ویدیو رو برای یوتیوب میخوام، چون این اینستاگرام من اصلا تو در دیواره، مثلا تو اینستاگرام فعالیت ندارم. ولی متاسفانه ندیدن. من حالا اینکه میگم هانی خدای نکرده ببین اصلا چیزم نبوده. من اول حتی محصولشون هم تبلیغ کردم، واقعا هم محصول با کیفیتی بود. تو طرح‌هایی که من سوار شده بودم، طرح‌هایی که اول میومد که اصلا خیلی داغون بود و همینجوری حالا اینور اونور هر چی طرح سوار شدم، این آس طرح‌ها بود. یعنی خیلی شباهت داشت به نمونه اصلی. 100% اصلیه نمیشه ولی خیلی شباهت. مثلا میتونم بگم 80-90% کلیک که حتی بعضی از قطعاتش هم میخورن به هم دیگه به خاطر اون مهندسی معکوس دقیقی که داشته. منظورم اینه، میگم وقتی مثلا دارم میگم هانی، منظورم این نیست که من پدرکشتگی دارم. همین الانم اگه هانی زنگ بزنه من با افتخار پا میشم میرم محصولاتی که شبیه این هست. حالا هانی محصولات اصلی هم وارد میکنه، مثل سی بی آر رو نمیدونم محصولات هوندا رو خیلی وارد میکنه. همین الانش هم اگه طرح اینجوری داشته باشن من میذارم رو چشم میرم ویدیوشو میگیرم و مطمئنم هستم خیلی‌ها دنبال این هستن که مثلا آقا یه طرح ADV خوب سوار شه، یه طرح ایروکس خوب سوار شه، یه طرح کلیک یا طرح واریو خوب سوار شه. حداقل اندازه پولی که داره میده، اون پولی که زحمت کشیده براش داره میده، یه موتور خوب سوار شه. که متاسفانه الان هنوز جواب نگرفتم. تاریخ ارسال من میبینید 24 مارس 2024 بوده. الان چه تاریخی هستیم؟ من فروردین، اوایل فروردین بوده برای هانی ایمیلو فرستادم. حالا اینو کار ندارم، این 17 ژوئن بوده. آره نه 8 آوریل بوده. من فروردین برای شرکت ایمیل رو فرستادم. الان که دارم این ویدیو رو براتون میگیرم چه روزیه؟ 10/4/403. هنوز خبری از این شرکت نشده. خب این زشته دیگه. ما دوست من میگم ما منظورم اون خریداره است، اون یوزره است، مصرف کننده نهایی است. دوست نداره آقا وقتی یه چیزی رو میخره باید خیالش راحت باشه. این پشتیبانیه خیلی میتونه به آرامش خاطر مصرف کننده کمک بکنه. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید. ببخشید این یه ذره کسل کننده بود، باید این حرفو میزدم و سعی میکنم یا خودم اگر موتور خریدم خواستم یه موقع تاپ اسپیدی چیزی بذارم یا فشارهای سنگین بهش بیارم بذارم، یا اینکه اگر شرکتی در اختیار من گذاشت یه نمونه رو برای تست، اون موقع من هنوز اونقدر میگم بیرحم نشدم که بخوام موتور یه مصرف کننده رو بگیرم و بیام این بلاها رو سرش بیارم. میگم حالا شاید هم اتفاقی نیفته ها، منظورم هم خدا شده با هیچ کس نیست، ولی اینی که هی دارم میگم چون میدونم بعدن ذهنیت به وجود میاد، ولی هیچ وقت نمیام این کارو بکنم. خیلی مخلصم، خیلی دوستتون دارم. نزدیک محرمم هست، منو از دعای خیرتون فراموش نکنید. دوستتون دارم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. اول سلامت باشید و بعد پولدار شید. یا علی مدد. خداحافظ.